کنید امشب به عشق و سوز و مناجات سر کنید امشب به شوق من شب خود سحر کنید امشب به پیش نیزه و به پیش نیزه و شمشیر و تیر و سنگ همه به خد سینه خود را سپر کنید امشب نماز بخوانید و سجده آخر چکار کنید؟ نماز بخوانید و سجده بخونیم جگر کنید امشب دعا به زینب خونیم جگر کنید امشب کمالتان پر و بال عروجتان گشته سفر کنید امشب شما به مکتب توحید زندگی دادید مبادا که ز مردن حذر کنید امشب ارباب داره حرف میزنه دل شب دل شب است بیایید دخت زهرا ز ایستادگی خود خبر کنید امشب کنون که آب روان را به رویتان بستند ز اشک شوق لب خویش تر کنید امشب اگر که عاشق دیدار جد من هستید به صورت علی اکبر نظر کنید امشب عجب شبیه از تو خیمه‌های ارباب صدای ناله و مناجات بلنده مثل کلجوی زنبور دیدی صدا چطور میاد همه اینطور دارن ناله میزنن مناجات میکنن جوان من نبی عبدالله روزه میخونه برای همه جوان من بدنش
قطع خواهد شد رواز گریه به حال پدر کنید شب علی اکبر گفتم براتون امام صادق فرمود سخت‌ترین لحظه برا پدر اون لحظه ایه که ببینه جوونش جلو چشاش داره پر میزنه یا عبدالله یا عبدالله یا عبدالله چی گذشته به ارباب ما همه اصحاب و جمع کرده صدا زد هر کی میخواد بره از تاریکی شب استفاده کنه هر کدوم پا شدن یه مجزی خوندن قاسم دست بلند کرد ابی عبدالله جوابشو داد آری پسرم فردا تو هم شهید میشی گردی زده صدا زد فردا شیر خارمم میکشم همه به هم میگن قراری نبوده بچه شیر خارم مگه با کسی سر جنگ داره اما بذار امشب برات از زبان زینب و حسین بخونم آخه امشبی را بیشتر با من بمان امشب نکنه ساکت بشیم امشب باید ناله بزنی برا دردای دل زینب آخه امشب دیگه زینب میدونه شب آخره میدونه فردا شب دیگه برادری نداره همه عزیزاشو جلوش رفتش به سر گفتن براتون صدا زد داداش خواب دیدم ای وای ای وای ای وای داداش داره اینطوری حرف میزنه اما تا زینب شنیدی ارباب دیر داره بیقراری میکنه وای زینب وای زینب آخه شبی را بیشتر با من بمان حسین امشبی را پیش من قرآن بخوان
شبی را یاد زهرا دارم باشه نور دور برم داداش امشب از کنارم جایی نرو آخه زینب هنوزی چی نشده دلش برات تنگ شده هی دستاشو میبوسی باش تا بهتر تماشایت کنم شاید امشب جانم هدایت کنم یارم دست میکشیم به لباس داداش ای دست به صورت میکشید حسین جان خدا کنه من زودتر از تو برم آتش سوزان نزن جان زینب حرفی از هجران نزن امشب ایران تا سر هدر کنم چطور داری گریه میکنی تا که فردا نبینم دل کنم صبح که ترس یک عمر محقق می شود وای از فردا و شور محشرم وای ای وای امام زمان ببخش آقای ارزانی ببخش وای از فردا و شور محشرم وای از رگهای پشت آخه سر از قفا میبره شاد بودم من کسی در من حسین جان داداش شاد بودم آن که هستی در من سر کردم پای داغ مادر بعد مادرم دلخوشی تو بودی داغ آیان مادر اندر شب عاشورا یاد مدینه کردن یاد داغ آن مادر میان شعله ها داغ پهلویش میان کوچه ها داداش بیش از اینها تو مکن جان بر لبم جای مادر بودم من زینبم گر اجازه از سویت صادر شود که عدو بر قتل تو قادر شود سینه و پهلو سپر سازم تو را نیزه را خرج جگر سازم تو را فکر معجرهای طفلانت مباش فکر اطفال پریشانت مباش فکر خود باش ای عزیز مصطفی که شبی فردا زدیم بالقفا آخ بمیرم برام دست گذاشت رو سینه زینب فرمود خدا صبر بده خواهر جان نکنه شیطون
اما یه نگاه کرد دیدی خواهر و برادر، اونم خواهر برادری مثل زینب و حسین. آخه یه نگاه کرد داداش را راستی فردا سر تو میبرم، راستی فردا میخوای زینب و تنها بذاری. آخه بمیرم برات یه وقتی زینب داره خودشو میزنه، دستای زینب و گرید خواهد جان خودتو نزن. تو کتاب ها اینطوری نوشتن یه نگاه کرد به حسین، داداش حتی تو رو میکشد خودمون نزن. دیگه اینجا جوابی نداده، از هوش رفت زینب. داداش بالا سر خواهره یه آب مختصری تو خیمه بوده به صورت خواهر باشین. صدا زد خواهرم صبر داشته باش، خدا صبر تو زیاد کنه. اون شب میگن دیگه از خیمه حسین بیرون نیومد. حسین نماز شب میخود، زینب داره تماشا میکنه. آخه دید نمیشه زینب و اینطور ساکتش کرد. فرمود زینب جان از فردا شب تو باید نماز شب بخونی، یاد داداشت کن. نماز تو پیش خدا حساب و کتابی داره. آرومش کرد از خیمه بیرون اومد. شاید جون باشه براتون گفتن، شاید هران باشه. میگه دیدم اربابم اومد پشت خیمه ها، هی میشینه پا میشه تا صدای پای منو شنید. صدا زد چی هستی؟ چی کاری داری؟ عرضه داشتم آقا جان غلام شما اینجا چه میکنی؟ از تاریکی شب میتونی استفاده کنی بری. آقا جان کجا برم؟ همه اصلا شما. اما یه وقت نگاه کردم دیدم ای آروم داره این خارا رو میکنه. آقا جان چیکار دارید میکنید؟ آخه فردا کار به اون جایی میرسه که خیمه رو آتیش میزنن. این زنا و بچه ها تو بیابون با پای برهنه میدون. نمیخواد خارهای صحرا به پای بچه ها ارجان جزلی صدا بزنید حسین. های های همه بگن حسین. صلى الله
یا عبدالله الحسین ابا عبدالله ابا عبدالله همه دست ها بیا بالا انشاءالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله صلی الله علیه صلی الله علیه یا عبدالله
به شب
نتونه تا سحر راحت بخوابه فردا مصیبت به پا میشه فردا مصیبت به پا میشه دست علم داد جدا میشه هر قلبی حیا میشه فردا مصیبت به پا میشه دست علم داد جدا میشه هر من هم بی حیا میشه
سری شما گفتن آجا من هم بلدید یاد گرفتیم همین دو دمه رو بده بعد شور بریم وقت رو نگذاریم امشبی را شهدی در حرمش مهمان است امشبی را شهدی مهمان است مکن ای صبح طلوع عصر فردا
شهید
خیلی شبیه مادر من گریه میکنی دلشونه میچکن زنگاه 3 ساله وقتی کنار دختر من گریه میکنی دیدی اگه داد میدی اگه مجلس ازایی رفتی دختر بچه های کوچولو رو نبری آخه نگاه میکنم میبینم همه گریه میکنم تو دلشون قوقا میشه تو گریه میکنم زینب جان تو از برای انجر من گریه میکنی امشب برای ماندن من ناز میکنی فردا برای پیکر من گریه میکنی من گریه میکنی امشب نشسته ای و مرا باد میزنی خواهر نشسته کنار برادر میدونه شب آخره امشب نشسته ای و مرا باد میزنی فردا به جسم بی سر من گریه میکنی دشمنت خوش ولی نور تو خاموش نگشت دشمنت خوش ولی نور تو خاموش نگشت آری آن جلوه که فانی نور خدا صلی الله علیکم یا اهل بیت النور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کردن یه کودک که سرطانی تومور داره دعا کنیم برای این کوچولو یاسمین چیز سازان دعا کنیم برای همه مریضات جان
السر المستودع فيهم وبحق آقام نواب الله الحسین بحق بیبی دولم زینب بحق مادرش زهرا بحق باباش علی بحق حلقوم پاره علی اصغر حسین 10 مرتبه یا اللهم اجل وليك الفرج فرج آقام امام زمان برسان آقام از ما راضی بدار چشمان ما به جمال نورانی آقام حجت ابن الحسن روشن و منور گردان توسل از ما به شایستگی قبول بفرما روح خطوم امام رای شهدا گذشتگان از این جمع بر سر سفره اهل بیت مهمان گردان ثوابی از این مجلس برواش نایب حاصل بگردان خدمتگزاران نظام مراجع تدبیر رهبر عزیزمون حفظ فرما همه مریضها سرطانیان مجروحین جنگ قتل و خایا شیمیاییان جانبازان مریضای مدنزن این طفل مریضی که سفارش کردن مریضایی که این شب سفارش کردن همشون لباس عافیت برندانشان بپوشان جوانان رو برامون حفظ فرما جلوی بگردان اینها با مهدی و مهد قرآن قرار بده پروردگار به ما اولاد صالح عنایت بفرما پروردگار زیارت کربلا مدینه نجف کاظمین و سامغان حرم آقامون علی ابن موسی رضا روزی ما بگردان محرم سفر آخرین محرم سفر عمر ما قرار نده آنچه که نیازمند داریم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان یه حمد ست و بزرگواری نازنین برای همه اموات شهدا امام راهب با ذکر صلواتی